آموزش ماهی شکمپر داریم، همراه من باشید. مواد لازم: ماهی 1 عدد، سبزی معطر، ادویه، رب انار ترش، لیمو، زنجبیل، پیاز، سیر، سرکه. ابتدا ما ماهیمون رو مزه دار میکنیم. اول با نمک حسابی بر ماساژ میدیم. داخل شکم ماهی رو با زردچوبه مزه دار میکنیم. داخل شکم ماهی رو با زردچوبه ماساژ میدیم. کمی هم فلفل. از هر ماهی ما میتونیم استفاده کنیم. من از ماهی کپور استفاده کردم. کمی هم آب لیمو میریزیم، مزه دار میکنیم داخل و روشو قشنگ ماساژ میدیم. یه قاشق هم من سرکه سفید روش میریزم. این باعث میشه که گوشت ماهی ما از هم پاشیده نشه. ماهی رو میذاریم 20 دقیقه مزه دار بشه. مواد داخل ماهی شکمپر آماده میکنیم. پیاز رو اول نگیری میکنیم، تفتش میدیم. سبزی رو هم خورد میکنیم که شامل جعفری گشنیز، شنبلیله هست. سیرم ریز خورد میکنیم. ماهی رو بعد از که مزه دار شد به این صورت 3 تا برش میزنیم. داخل شکم ماهی رو با این مواد پر میکنم. خب تمام مواد رو پر میکنیم داخل شکم ماهی. خب موادی که داخل شکم ماهی پر کردم با یه دونه نخ و سوزن که سوزنش رو حتما روی گاز بذارید استریلیزه بشه. بعد به این صورت شروع میکنیم به دوختن. یه موادی درست میکنیم برای رمال، کمی روغن زیتون و کره و زعفران که هر 10 دقیقه یک بار اینو در میاریم روش میمالیم. لیمو هم داخل این شکافایی که ایجاد کردیم میذاریم. بعد ماهی رو به این صورت من زیرش پیاز گذاشتم روی این قرار میدم. داخل تابم میتونی شما همین کار رو انجام بدید. من یک بار روش رمال میزنم. دقیقه داخل فر، 10 دقیقه هم گریل رو روشن میکنیم. داخل فره که از 1 ربع قبل گرم شده به مدت 30 دقیقه دوباره بیرون میاریم، رمال میزنیم. خب من الان یک بار دیگه داخل فر ماهی رو رمال میزنم.
ماهی شکمپر ما آماده شد. امیدوارم که خوشتون بیاد. ممنون از اینکه همراه هم بودید.